خلیفه سلطان، وزیر اعظم شاه عباس بزرگ، شاه صفی یکم و شاه عباس دوم بود. او یکی از بزرگان خاندان مرعشی و از نوادگان میر قوام الدین مرعشی بود. وی پس از سالها بهره‌مندی از مکتب بزرگان اصفهان به درجه اجتهاد رسید و در زمره علمای طراز آن عصر اصفهان بود. پدرش در سلطنت شاه عباس اول به مدت 2 سال مقام صدارت داشته و به دلیل انتساب با خاندان صفوی فرزندش خلیفه سلطان با یکی از دختران شاه عباس به نام جان آقا بیگم ازدواج کرد. سلطان العلماء در سال 1033 قمری به وزارت رسید. سلطان العلماء به مدت 2 سال وزیر اعظم شاه صفی بود. شاه عباس دوم به سلطنت رسید و پس از قتل میرزا تقی اعتماد الدوله در سال 1055 قمری سلطان العلماء را به نخست وزیری منصوب کرد. بر این دوره وزارت خلیفه سلطان دوره تعادل و توازن قوا بین شاه و وزیر است و در امورات کشور دقت فراوان و سختگیری داشت.